عزیزانی که تویوتا دارن 3 آیتم اصلی رو اینجا دارن به اسم کارپلی، بایلوکال لایف و هواوی. اگر گوشیتون سامسونگ یا اندرویدی باشه متاسفانه نمیتونیم وصل کنیم به مانیتور. خیلی راحت ما تبدیلی و تهیه کردیم که کارپلی اپل رو به اندروید اوتو و کارپلی وایرلس و میرورلینک وایرلس انجام میده. به همین راحتی که شما تشریف میبرین از داخل گوشی بلوتوث و وای فایتون رو روشن میکنید. بعد از اینکه بلوتوث رو روشن کردید صبر میکنید، خود دستگاه شناسایی میکنه. به همین راحتی بله اندروید اوتو راه اندازی میشه. این اندروید اوتو که شما اندروید اوتو به چه قابلیتی به شما میخوره؟ شما موزیک رو داری، نقشه رو داری، یک سری برنامه هایی که محدود هستن و در اختیارت داری و همزمان هم میتونی مسیریابی کنی. اما اگر چیزی بیشتر از این مد نظرت باشه شما باید بیای و اسکرین میرور کنی که تمام محتوای گوشیت رو داشته باشی به این شیوه که شما اینجا بلوتوث و وای فایت رو برای همیشه خاموش میکنی و اینجا از طریق اسمارت ویو گوشیت به راحتی دانگل رو پیدا میکنی به اسم اسمارت باکس، باهاش فیکس میشی و تمام. گوشی برای شما میرور میشه که اجازه این رو خواهد داد که هم نقشه رو شما داشته باشین و هم مثلا میتونید سفر رو نصف بکنید